برادری سوال کردن که آیا اسقاط یا افشاندن طفل از شکم مادر جایز است یا خیر؟ برادری محترم، اسقاط یا افشاندن طفل از شکم مادر نه تنها جایز نیست، بلکه از جمله گناه کبیره است، از بین بردن نسل انسانیت است و قتل نفس بدون حق است. الله تعالی می فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، شما نکشید اولادهای خود را از ترس گرسنگی و تنگدستی، از ترس آینده ایشان. رزق و روزی از اینها چطور میشه؟ کالا جای از اینها چطور میشه؟ تربیه از اینها چطور میشه؟ مدرسه از اینها چطور میشه؟ دکتری از اینها چطور میشه؟ این چورت را نزنید، چون الله تعالی میفرماید نحن نرزقهم و ایاکم، ماش اینها را روزی میدهیم و شما را همچنان. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده در روی زمین نیست از حیوانات، انسان، جن، طیور و حشراتی که در زمین زندگی میکنه، همه از اینها را رزق و روزیشان بالای الله تعالی است. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، قتل از اینها به یقین گناه بزرگ است. و در آیتی بعدی الله تعالی می فرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما نکشید نفسهایی را که الله تعالی بالای شما حرام قرار داده، کشتن از او را، از بین بردن از او را، این نفسها را بدون حق نکشید. پس کسانی که طفل و یا هم جنین از شکم مادرشان اسقاط میکنن، اینا در تحت ای آیات شامل هستن، اینها قاتل هستن، قاتل نفس هستن. اگر چنین جرمی را انجام دادن باید دیت بپردازن. دیت جنین طفلی که در شکم مادر است 5 حصه از دیت مادر است. دیت مادر به اجماع صحابه و علما نیمی از دیت مرد است، یعنی 50 شتر، و 5 حصه از دیت پس میشه 5 شتر و یا قیمت 5 شتر. کسی اگر اسقاط میکنه باید 5 شتر یا قیمت 5 شتر را بپردازد. زنکی در زمان رسول الله صلی الله علیه، 2 زنی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از قبیله هذیل با هم جنگ کردند. یکی از این زنها جانب مقابل را با سنگ زد و این زن خودش هم از بین رفت و طفلی که در شکم داشت او هم از بین رفت. جنجال ورثه از اینها نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کرد که دیتی جنین باید داده شود، یا غلام یا اینکه یک کنیزک. دیتی جنین یک غلام یا یک کنیزک داده شود و همراه دیت کفاره هم باید بپردازد. کفاره آزاد کردن یک غلام، اگر غلام نبود 2 ماه مسلسل باید روزه بگیرد. و این صورتی که طفل از ترس آیندهش اسقاط میکنه، از ترس نفقهش یا اینکه جایش و از ترس تربیهش. و اما اگر بدون این اسباب بوده باشه، عذری اگر باشه در به خاطر اسقاطی از این عذر از قبیل از این که دکتر به یقین خبر بدهد که این مادر از بین می رود، در صورتی که طفل اسقاط نشود، پس مرگ مادر یقینی بوده باشه، غالب بوده باشه، در این صورت بعضی علما جایز میدانند که طفل اسقاط شود. والله اعلم.